رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم داناترین فرد روی زمین است، ولی الله مطال برش میگه قر بزدنی علم، برو ای پروردگار علم مرا بیار. داناترین فرد روی زمین، عالمترین دانشمندترین فرد روی زمین، ولی بازم برش میگه قر بزدنی علم، بگه ای پروردگار علم مرا بیار کن، دانایی مرا بیار. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا مات الانسان انقطع عمله، وقتی که انسان وفات میکنه عملش دیگه قطع میشه، دیگه کدام چیزی نمیتونه که در اکانت بانکی آخرت خود جمع بکنه. حالا برای چی پیشنهاد میکنه؟ چی راهی وجود داره؟ اذا مات الانسان انقطع عمله، وقتی که انسان وفات کرد عملش دیگه قطع میشه الا من ثلاث، مگر سه چیز قطع نمیشه. اول صدقه جاریه که از خود بجا گذاشته، علم نافعی که از خود بجا گذاشته و به مردم رسانده و همچنین اولاد صالح. یعنی چی؟ اگر کسی به این چیزا اهمیت بده بده گویا زنده هست. چجور زنده هست؟ امام بخاری رحمه الله با صحیح البخاری زنده هست. امام ابو حنیفه رحمه الله که صاحب مذهب ما شما هست و با تخریجات فقهیش زنده هست. امام مالک با معطایش زنده هست. امام احمد حنبل با مسند زنده هست. امام شافعی رحمه الله با کتاب العمرش زنده هست. رفتن از این دنیا وجودن و فیزیکن رفتن، اما اینجا برش میگه قطع عمل که عملش قطع شد زندگی این از این آدرس داشت میگه علم نافع به جامعه تقدیم کرده و مردم تقدیم کرده. بالاخص اهداف کلی مراکز کار به خاطر درس‌های فروع شرعی ترقی خواهد. من یک چیز براتون میگم، خود در ذهن حافظه خود داشته باشید. آرامش میخواهید، تربیت درست و آینده میخواهید، نسل متعهد و متخصص و با تقوا و مربی و انسان‌های با برنامه و باهوش میخواهید، تربیت شرعی زنها رو خیلی توجه. هر کسی که در این جامعه صحبت کرد دور از مجالسات نمیره، هر کس تربیت شده یک مادر از مادر من این جلسه هست الحمدلله میلازم. من که اون برای من نمیگفت که برو قرآن مگه نماز نه، در نماز اگر در جوانی خود کرد سنین نوجوانی طرف مسجد نمیرد از ما قهر میشد که چون جماعت نمیرید. او برای من آموزش داد که باید این کار انجام بدید. خانواده را آرام میسازید، با جدیت نمیشه، با بداخلاقی نمیشه، با درس و تربیت نمیشه. برای حل اساسی این زیربنایی کار کردن است.